اینجا چیکار میکنی دایی؟ قاهان شدم. سلام. برای چی؟ بری که مامانو میخواد بزنتم. برای چی؟ بری که خبر برگی کردم. پیش کی؟ پیش بیبی. چی گفتی؟ ازش گفتن که مامانو میخواد لوله هاش ببنده. مگه تو میدونی لوله بستن یعنی چی؟ یه بچه دار نمیشن، حامله نمیشن ده. چی شد؟ هیچی، دعواشون شد. خب؟ بیبی خیلی چیشکو گور بگوریش داد. وای تازه خبر برگی دیان کردن. خب به زن آمو من گفتم، مامانا گفتن خیلی چاق شدی، خیلی زشت شدی. گفتم بچه هاتم بی تربیت اصلا من نباید باشون بگردم. وای چقدر تو زبان دراز دختر. خودش گو، مامانم گو. خب تو نباید این کارو بکنی. هر کی هر چی میگه که نباید بری بگی. کارت زشت بوده. من خبر برای کی میکنم؟ ده خبرچین هستن، دست خودمونی. ده تو راه که میومدی مامانو همش داشت میگربید. بابام گو رفتی خونه سیریک باهاش میسوزونن. حالا میخواد بابام بوسودونه. گفته با قاشق پشت دست میخوان داغ کنن. حقته. جون خود نذار بزنن. به من ربطی نداره. تو را با ما حسین، اصلا تو را با ما جعفر صادق، تو را به نقی اصلا من تقی، دخالت دارم. جون خودت باشه. اگه زدن ازش میگن که دختر همسایمون آوردی خونه ماچش کرد. پشت تلفن همش با دخترها حرف میزنی. چشاتو گرد نکن اینجوری دختر چشم.